قصه گل خندان. یکی بود و یکی نبود. یک تاجری بود که پول و سرمایه زیاد داشت. چون آدم راست و درستی بود، هر کس پولی یا چیزی داشت که نمیتوانست پهلوی خودش نگه دارد، به رسم امانت دست این مرد می سپرد. یک روز صبح که از خواب بیدار شد، براش خبر آوردند که چه نشسته ای، دکان و انبارت سوخت، دار و ندارت آتش گرفت. هرچند اوقاتش تلخ شد، ولی به روی خودش جلوی مردم نیاورد. شب شد. به حساب و کتاب و قرض و طلب و باقی مانده مالش رسیدگی کرد. دید آنچه براش مانده فقط جواب طلبکارها را می دهد. برای خودش دیگر چیزی نمی ماند. از این جهت خوشحال شد. 3-4 تا جارچی فرستاد تو محله ها و بازار که هر که از من طلب دارد بیاید حق و حسابش را تمام و کمال بگیرد. 1-2 تا از آشناهاش بهش گفتند این چه کاریست تو میکنی؟ همه مردم میدانند تو مالت تلف شده. خودشان اصلا به سراغ تو نمی آیند. گفت نه، چاره نیست. باید مال مردم را به دستشان بدهم. باری طلبکارها آمدند گفتند ای مرد، مگر مال تو نسوخته، از بین نرفته؟ گفت چرا؟ ولی پول هایی که پهلوم امانت بوده سر جاش هست. طلبکارها خوشحال شدند. دست دسته می رفتند و پول خودشان را می گرفتند. تا روزهای آخر تاجر خانه و اسباب زندگیش را فروخت، به طلبکارها داد و دیگر یک پاپاسی براش باقی نماند. بیچاره کارش به جایی رسید که نتوانست تو شهر خودش پیش کس و ناکس سر در بیاورد. از ناچاری دست حلال و همسرش را گرفت و دور از مردم رفت کنج خرابه‌ای منزل کرد. جایی که نه آب بود، نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی. جز صدای سگ و زوزه شغال چیزی آنجا شنیده نمیشد. دوست آشنا که سهل است، قوم و خویش‌ها هم به سراغ اینها نیامدند و احوالی از اینها نپرسیدند. حتی خواهرزن حاجی که در روزهای بروشان صبح تا شام در خانه اینها بود، یادی از اینها نکرد. نگفت من خواهری دارم، شوهر خواهری دارم، آخر اینها هم آدمند، منتها حالا بی چیز شدند. باری این زن و شوهر تا سر کیف و دماغ بودند و دستشان به جیبشان آشنا بود. هرچی از خدا بچه میخواستند بهشان نمیداد. ولی وقتی که به آن روز سیاه افتادند، زنک باردار شد. چند صباحی گذشت، زن دردش گرفت. به مردش گفت اینطور که معلوم است ما امشب بارمان را زمین میگذاریم. تو دیگر هر طوری هست باید 1 سیر روغن چراغ بگیری که تو چراغ موشیمان بریزیم. اقلا ببینیم چه کار میکنیم. مرد گفت روغن چراغ پول میخواد. من این وقت شب به کی رو بندازم پول ازش بگیرم، بدم روغن بخرم؟ آخر خدایا حالا وقت بچه دادن به ما بود. زنک گفت قربانش بروم، حضرت احدیت لجباز است. وقتی اسباب کارمان جمع و جور بود نداد. حالا که آه نداریم با ناله سودا کنیم داد. در هر صورت بازم پاشو برو. از تو حرکت، از خدا برکت. بلکه یک روشنایی تو کارمان پیدا بشود. مرد پاشد رو به شهر آمد. اما مثل نختاب سر کلاف گم کرده نمیداند چه کار بکند.
آمد تا رسید به شهر، رفت تو یک تکیه، سرش رو گذاشت روی یک سنگی و به حال خودش فکر میکرد که خوابش برد. از آن طرف زن دید مردش نیامد، دردش هم شدت پیدا کرده. بی اختیار دستش را به دلش گذاشته و تو خرابه قدم میزد و ناله میکرد و میگفت: ای وای، مرد من نیامد. من با این حال تنهایی تو این خرابه چه کار بکنم؟ که یک دفعه دید 4 زن، صورتهاشان مثل برف سپید، به دست هر کدام یک چراغ وارد خرابه شدند. به این گفتند: ای زن، از بی کسی غم مخور، ما همسایه های تو هستیم، هر کاری داری بگو، ما زحمت تو را میکشیم. زن خوشحال شد. این 4 نفر او را سر خشت نشاندند، بچه‌اش را گرفتند، شستند، قنداق کردند و پهلوش خواباندند. بچه دختر بود، مثل پنجه آفتاب به ماه میگفت تو در نیا که من در بیام. این 4 زن وقتی کارشان را کردند، به این زن گفتند: ما دیگر می رویم، اما هر کدام یک یادگاری به این دختر می دهیم. اولی گفت: این دختر هر وقت بخندد گل خندان از لب و دهنش بریزد. دومی گفت: هر وقت گریه کند مروارید غلطان از چشمش درآید. سومی گفت: هر شبی که بخوابد یک کیسه 100 اشرفی زیر سرش باشد. چهارمی گفت: هر وقت که قدمی بردارد زیر پای راستش یک خشت طلا و زیر پای چپش یک خشت نقره باشد. اینها را گفتند و خداحافظی کردند و رفتند و هنوز هم کسی نفهمید از کجا آمدند به کجا رفتند.